باز بیفایده هیچ. مثل که اگم تا میگم ما عاشق شدم نه، بازی تو عاشق که میشه با بیخی اختیار از دست میته، شب و روز در ذهنش نمو است. حتی میگه که دیار دپاره در امثال جوڑاوم، به خاطر یار اگه این دو است در امثال جور میکنم میرم عبادت میکنم، اگر در کلیساس میرم عبادت میکنم تا که امی مرا قبول کنه. این کافر میشه عاشق. حالی عشق چطور کسب کرد؟ قرآن میگه که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، مؤمنین بگو نظر تا پایین کن، زنهای مؤمن هم بگو که نظر شهوت نکنن. مردم یک بار نظر کردی یا پایین کردی شهوت هم نبودی، دوم بار نظر کردی شیطان، سوم بار تیرای شیطان در قلبت میخوره. تیر میخوره قلبت پریشان دیگه باز نظر باز گپ زدن و ارتباط قصه و نزدیک شو چکر و این گپ ها باز میگه حوصله خو خلاص شد دیگه نه، باز دیگه کارهای ابتدایی را شروع میکنه. بعد از او باز چی میشه؟ عاشق میشه. حالا باز این بچه هست اگه هست میگه غیر از این دختر دیگه هر کسی بگیرین قبول ندارم، اگه میگیری امین نمیگیری در دریا میپرتم، خدا در دار میزنم. دخترام میگه غیر از این امی تکت کنم یک توتیم از فلانیست. این تو دختران هم شنیده یک توتیم از فلانیست. اگه بگو این خب فاسق است بیدین است هر چی که است، شب و روز باز ببین نه نماز نه دیگه در زیر ذهنم میای گاهی زنگ بسیاری رو ببینیم استا صبح زنگ میزن در فیسبوک های سو بزن روان کده رایست، این عکست بسیار خوبش است، این گپایت بسیار خوب، این تو رست، این تو این قصه کده رایست. والله که ابن قیم میگه عشق انسان کافر میکنه. حتی میگه که اگر هر امری میکنی من میکنم. بازو میگه اگر اینی آدم بکشی میکشم. میگه اگر تو بازو میگه خوریشت بسیار مزاحم است امیره کلش میکنه. شراب ما خوش دارم میخورم میگم شراب. خب باز میگه والا تو بسیار قرآن و سنت میگه میره الابت هیلایش میتم ببین چیز کفر است میگه. باز میگه خیبیه که من تو کارم میکنم. میگه ابن قیم میگه عشق انسان به شرک میرسانه. واقعا نمیدونم اینا لمی که عاشق شد آل اختیار رفت نه، واقعا اختیار رفت. کس با کی کرد؟ خودش کرده. یک است پس میدوانی اول به اختیاره به اندازه بدم. یک دفعه که خوب زدی دیگه یک دفعه سر ورداشت. حالا هر قدر کش میکنی بالاخره در یک کوم اگر بیایم تو دریات خیس میزنه در دریا. اول به اختیار خودت بود، امیر به این درجه کی رسان؟ خودش رسان، کسب خودش کرد. کفر هم همی که این میگه که یک گناه کردی بالاخره بند میشه. در این باره حتی بسیار احادیث هم هست. کسایی که میگن نه الله این کار نمیکنه، مثلا زمخشری در جارالله زمخشری در تفسیرش کشاف است معتزلی است. این میگه که نه هدف از ختم میگه ایست که مثل که میگه ما میگیم که این آدم کر است یعنی در گوشش گپ کار نمیکنه. میگه الله مهر نزده ولی در گوشش گپ کار نمیکنه.